خیلیاتون کانسپت های ویندوز 11 دیدین که توش موزش مثل این موز سیاه و تصویرش مثل این تصویر روی هواست. ولی خب چجوری میتونیم بیایم ویندوز 11 رو شبیه کانسپت توی ویندوز 12 کنیم؟ توی این ویدیو بهتون خیلی خب. برای قدم اول ما نیاز به برنامه استار 11 داریم که لینک دانلودش رو واسه توی دیسکریپشن میذارم تا بتونید دانلودش کنید که بتونیم اینجا رو ببریم روی هوا و استارتمون رو بتونیم عوض کنیم، از روی استارتی که هست عوضش کنیم. خیلی خوب، اول از همه روی برنامه استار 11 میزنیم و اینو اگه خاموشه روشنش میکنیم و میتونیم انتخاب کنیم که استارت رو میخواید چه شکلی باشه. حتی میتونه مدل ویندوز 7 باشه که شبیه ویندوز 7 داشته باشیم، یه نسخه مدرن از ویندوز 7 باشه، ظاهر ویندوز 10 باشه که یه سری قرار اینجوری بشه، کسی میگن قرار مثل ویندوز 10 این شکلی بشه. یا میتونیم اگه مثلا ویندوز 10 داریم میتونیم ویندوز 11 بزنیم که حتی اگه ویندوز 11 داریم بهتر این رو خاموش کنیم. اگه ویندوز 11 داریم بخواید شبیه ویندوز عادی باشه، شبیه ویندوز 11 باشه، این رو خاموش کنیم و روی این نذارین، چون همونطور که می‌بینید یه سری تفاوت‌های جزئی داره توش و بهتره که از استارت اورجینال استفاده کنید اگه ویندوز 11 دارین. یا مدل‌های دیگه است که هر کدوم بخواید انتخاب کنید. من مثلا این حالت رو انتخاب میکنم، شاید از نظر من خیلی حالت بهتری. بعدش بیاین توی قسمت تسک بار و توی این قسمت این گزینه رو روی این بزنید و این گزینه رو روشن کنید. وقتی این گزینه رو روشن کنید همونطور که می‌بینید تسک بار گوشه هاش روند شده و خیلی بیشتر شبیه ویندوز 12 میشه که توی کانسپت ها می‌بینید. خب شما برای اینکه موستون رو به این فایل نیاز دارید که لینک دانلودشون رو واسهتون میذارم، بازش کنید و توش این قسمت باید هم دارک داره هم لایت که بستگی به این که ویندوزتون منوش تاریکه یا روشن میتونید هر کدوم انتخاب. مثلا من دارکش انتخاب میکنم و روی گزینه رگولار میزنید و بعدش اولی رو میزنید و بعدش روی گزینه دوم میزنید. و گزینه دوم بزنید یه ذره باید صبر کنید و اگه همینجور عادی بزنید این صفحه میاد بالا که ما نمیخوایم این صفحه بیاد بالا، پس بعد روش راست کلیک کنید و روی گزینه اینستال بزنید. وقتی روی گزینه اینستال بزنید کافیه که یکم صبر کنید بعدش یک صفحه میاد که باید اکسپتش کنید. بعدش یه صفحه میاد که میگه فایل رو داره کپی میکنه که ظاهر قدیمی ویندوز داره و ظاهر جدیدش نداره، ظاهر ویندوز XP رو داره. و بعدش صبر میکنیم و همطور که میبینید میگه داره ستاپش. بعدش وارد این صفحه میشیم که توش موسمیت و باید روی گزینه اوکی بزنیم که حتی چون من انجام دادم کنسل میکنم و اینجوری سالمون این شکلی کنیم. خب اما بعد از اون شما نیاز دارین که پس زمینه خودتون رو تغییر بدین و بکنینش عین ویندوز 12. خب حالا میایم اینجا روش میزنیم و بعدش اینجا می‌نویسیم دانلود والپیپر ویندوز 12. که نمونه‌های زیادی وجود داره، حسب سلیقتون میتونید انتخاب. بهترینشون این یا اینه، ولی بقیه‌شون مثل که هر کدوم بخواید انتخاب کنین، دانلودش کنین و استفاده کنین. خیلی ممنونه که تماشا کردین. خدا نگهدار. راستی چیز دیگه واسهتون یه سایت توی دیسکریپشن گذاشتم که کد 12 رو واسهتون میذاره.